سلام، من محمد از چنل تیم و تو این ویدیو سلام، من محمد از چنل تیم و تو این ویدیو میخوام کلیدای کیبورد لپتاپمو باز کنم. حالا شما به هر دلیلی میتونید این ویدیو رو ببینید، چه میدونم میخواین تمیزش کنین، مشکلی براش اومده یا هر دلیلی و خودم اولین بار دارم باز میکنم، پس حتما آخر ویدیو رو نگاه کنید چون یه سری نکته ها رو من اونجا احتمالاً بگم، این سری اگه تجربه اگه چیزی اتفاقی چیزی افتاد اون ته ویدیو میگم، یعنی هیچ وقت همینجوری با ویدیو نرین باز کنین که مشکلی براتون پیش بیاد. این ویدیو رو به این دلیل دارم می‌سازم چون قبلا یه ویدیو ساختم، فن همین لپتاپ پدرش رو در آوردم دیگه، اینقدر بازش کردم، فنش مشکل داشت و ارور داد که اگه فنش تعمیر نکنی سی پی یوش میسوزه و اینا، خلاص بازش کردم و اون ویدیو یه بازخورد خیلی خوبی داشت، واسه همین گفتم این ویدیو رو بفرستم شاید به درتون بخوره، چون ویدیو فارسی در مورد تعمیر لپتاپ اینا خیلی کمه، گشتم اصلا اون ویدیو من تک بود ندیدم همچین ویدیو. خلاص بریم که کلیداشو باز کنیم بهتون بگم چه جوریه. خب بریم سراغ کیبورد. اولین کاری که میکنید اینه که سعی کنید یه عکس بگیرید اول کیبوردتون برای اینکه بدونید دقیقاً کلیداش کجا بوده. خب بعدش باتری لپتاپتون رو کلا خاموش کنید و بعد باتریشو در اگه میتونید، اگه باتریش قابل در اومدن هست باتریشو درارین کلا، برای اینکه هیچ گونه جریان چیزی اتفاق نیفته که بخوام مشکلی برای لپتاپتون پیش بیاد. بعدش به پیشگوشتی نیاز دارین، پیشگوشتی چه میدونم همچین سایزی باشه، اگه میتونید اونقدر میگم بزرگ نباشه که راحت بتونه زیر کلیدا بره. خب مثلا من میخوام اینجا کلید اچ رو درارم، ببینید این کارو میکنم. خب ببینید مثلا من میخوام اینجا کی رو درارم، اینجا پیچ‌گوشی رو اینجا میدید زیرش دقیقاً. خب حتی فشار بدید، دقت کنید خیلی فشار ندین چون زیرش مثل یه چیز پلاستیکی اسمشو دقیقاً نمیدونم چیه، اون پاره نشه، خیلی فشار نده، چیز خیلی میگم یعنی اینقدر سوسول نیست که راحت پاره شه، ولی خب سعی کنین یکم با انعطاف باش برخورد کنین. اینا که میدین زیر، ببینید اون ورش در اومد، ببینید این ورش در اومد. خب چون گیره داره هر چهار قسمتش. خب ببینید در اومد. این کل کیبورد ببینید زیرش چقدر مو هست، هزار تا آتش حالا اینا هست. خب حالا میتونید تمیزش کنید، چه میدونم با جارو برقی میخواین تمیز کنید، با هر چیزی که میخواین میتونید تمیزش کنید. خب ببینید این همین دکمه زیرشه. خب که البته سعی کنید اینو در نیارید، اونقدر اتفاق خاصی نمیفته، میتونید اینو جا بزنید. من اینو جا بزنم اینجوری میشه. مثلا اینکه دکمه ام داریم، این هم دکمه ام. فقط دقت کنید که یهو درارنش که اینم باهاش در نیاد، این زیریش هم در نیاد، که بعدش که بتونین راحت بزنید سر جاش. حالا تا جایی که میتونید تمیز کنید، خود دکمه هم تمیز کنید، لباشو، این چربی میگیره انگار یه جوری مثل پرز میمونه، پرز قالی. این تو جایی که میتونید تمیزش کنین و حالا با چه میدونم هر چیزی که میتونید تمیزش کنین. خب حالا چجوری جاش میدین، ببینید چجوری جاش میدین. اینو همینجوری میذارین روش. خب تنها کاری که باید بکنین اینه که فشار بدین. ببینید کیبورد رفت سر جاش، ان درست شد. الان ببینید ان رفت سر جاش، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. تمیز میکنم، ببینید هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، ان رفت سر جاش. الان بذار من ان بزنم سر جاش، ام بزنم سر جاش برای اینکه اوکی در اومده دیگه، کامل سالمه. ام ببینید که ام رفت سر جاش، الان دیگه هیچ مشکلی نداره. ام کامل رفت سر جاش. خب حالا بریم که اینو بزنیم سر جاش، همون دکمه کلید کیو. یکم درد سر داره دیگه میگم.
خب ببینید کی همینجوری سر جاش رفت. اگه اینا در اومدن مثلا ببینید چه میدونم این دکمه هم در اومده، دکمه بیه اینم در اومده، باز میتونید همینجوری جا بزنید. ببینید چیز خیلی خاصی نیست. اینو میتونید حتی خودتون در بیارید برای اینکه زیرشو خیلی تمیزتر کنید. مثلا اینجا مو هر چیزی بوده من در آوردم تا جایی که تونستم. باز یه سری چیزا میمونه دیگه، ولی خب تا جایی که میتونین قشنگ وقت بذارید و تمیزش کنین زیرش، حالا هر چیزی که بود چه میدونم سعی کنید با چیزی که خیس باشه یا نم داشته باشه تمیزش نکنید، حالا برای اینکه اطمینانتون خیلی بیشتر باشه نسبت بهش. ولی در کل اینو اینجوری نگه می‌دارین. ببینید حالا دیگه خودتون دستتون میاد که دقیقاً کدوم سمتش باید بشه. اینو نگه می‌دارین اینجوری اینجوری. خب اینو میدین تو بی رو اینجوری روی دکمه نگه می‌دارین. اینم بیه که رفت سر جاش. کار خیلی خاصی نداره. شما میتونین هر حروفی که بخواید در، مثلا من میخوام یه زوم کنم میخوام اینو درارم مثلا، یا میخوام اینو درارم، چه فرق خیلی فرق نمیکنه، میخوام اینو درارم. ببینید باز یه بار دیگه اینو میدم زیرش و سریع ببینید یه اینجوری میکنم برای اینکه دراد. فکر کنم اینم باز زیرش در اومد، البته نمیدونم. بله اینم باز زیرش در اومد. حالا دیگه باز کاری نمیتونیم بکنیم، اشکالی نداره. اینم باز حالا زیرش رو تمیز میکنیم. بعد از اینکه تمیزش کردین اینو از روی کلیدتون درارین، اینم در میاد. خب حالا چجوری جاش میزنین؟ بازم مثل همون یکی دیگه، مثل همون اون یکی جاش میزنین. اینم باز همینجوری. اینجوری. اینم باز دقیقاً همینجوری میدین. فکر میکنم اینجوری باشه، باید مطمئن شم. آره اینم اینجوریه. باز اینم اینجوری فشار میدیم و میره سرش. میبینید که الان دیگه دکمه‌ها هیچ گونه مشکلی نداره. اینا که در آوردیم، کی بود در آوردیم، بی در آوردیم، ان رو در آوردیم، بی رو در آوردیم، ام رو در آوردیم و اینم در آوردیم. میبینید هیچ مشکلی نداره. حالا واسه دکمه‌هایی که یکم بزرگترن، چه میدونم مثل اینتر، مثل شیفت، دکمه‌ای که یکم بزرگترن باید یکم بیشتر احتیاط کنین، چون دیدید که اینا یه دونه گیره دارن، اینا دو تا گیره دارن، همین ورشون همین ورشون دو تا گیره دارن. مثلا من میخوام شیفت رو دارم، مثلا اینتر رو دارم، ببینید یه همچین اتفاقی میفته. ببینید چقدر اینجا دم و دستگاه زیاد داره و اینجا یه سری فنرتور داره. خب که الان مثلا یه دونش در اومد، اوکی چیز خاصی نیست، میتونید اینجا جاش بزنید. ببینید دقیقاً مثل این یکی یه آهن داره این زیر که میتونید جاش بزنید. قبل میذارم من تمیزش کنم یکم بیشتر. خب حالا برای اینکه بخوام اینو جا بزنیم چیکار میکنم؟ ببینید این ساله مثلا جاشه ولی این در اومده. اینجا یه آهن داره دیگه، قشنگ معلومه. اگه من بخوام زوم کنم دیگه آخر زومشه دیگه. آره حالا اونجا میتونم زوم کنم. ببینید آخر، ببینید اینجا، ببینید گیر کرد، دیدید کامل گیشه، چیز خیلی خاصی نیست. خب این الان گیره، اونم گیره. اینا مثل یه جور فنرتورن برای اینکه بک اسپیس، برای اینکه اینتر خیلی راحت بیاد بالا وقتی که شما فشارش میدید، مثل بقیه دکمه‌ای که فشار میدید و میاد بالا. اینم باز همینجوری دقیقاً نگه می‌دارین روش، اینجوری روش نگه می‌دارین و از دو جهت با هم فشار بدین اینجوری. نه نرفت، فکر کنم یه چیز فراتر از اونی باشه. این این برش هم نرفته. ببینید این ترم رفت سریعش به همین راحتی، الان دیگه چیز خاصی نیست. ببینید اینم از این چیز خیلی خاصی نیست. حالا به نظرتون بریم سراغ اسپیس یا نه؟ خودم تا حالا باز نکردم، اینا هم تا حالا باز نکردم، اولین بار بود، ولی خب کلا یه جور بد ریسکه، میدونید باید زیرش رو نگاه کنم، از این لبه خودم باید بشینم زیرش رو نگاه کنم چه خبره. خب اوکیه، بک اسپیس هم مثل اینتره. ببینید بک اسپیس چجوری باز میکنیم. اینم باز دقیقاً همونجوری. ببین آروم آروم از لبه سعی کنین نشکنش، چون این دکمه هر چقدر
دکمه ها بزرگتر میشن انعطافشون میبینید که بیشتر میشه خب و احتمال داره بشکنن دیگه. شما فکر کنید انعطاف داره ولی خب احتمال داره یهو بشکنه. تا جایی که میتونه اینو آروم آروم ببینید اینجا الان در اومده این سمتش. خب ببینید این سمتش در اومده ولی این سمتش رو آهن گیر کرده. خب یکم زوم کنم من، ببینید اوکی، ببینید این سمتش رو آهن گیر کرده. خب ولی شما باید چیکار کنید؟ الان باید این آهن رو در نیارید. آهن رو میتونیم در بیاریم، چیز خاصی اتفاق نمیفته. ببینید اگه آهنم درارم چیز خیلی خاصی اتفاق نمیفته. ببینید آهنم در آوردم ولی سعی کنید آهن رو در نیاریم، یعنی کیبورد رو در بیاریم. ببینید اینجوری. خب اینو دیگه اصلا در نیاد چون بازم چیز خیلی خاصی اتفاق نمیفته ولی خب لازم نیست درین. خب اینو چیکار میکنین حالا؟ اینو که در اومده اینم باز مثل همونه دیگه، دوباره اینو میزنید زیر، یعنی اینجوری. اوکی. خب و چقدر میبینید که کثیفه. از نون خشک اینجا میبینید تا تاید و چه میدونم هر چیزی که قابله، یه قابلمه اون هر چیزی میتونید اینجا ببینید. خب میبینید که چقدر کثیفه این دکمه، هم زیرش میتونین بشورین. بازم گفتم سعی کنین نشورین، میتونین هر کاری بکنین اینجا دیگه مختار خودتون. ناخون، حتی قطعات ناخون هم اون زیر میبینید. پشما. اوکی. حالا اسپیس هم دقیقاً به همین صورت بود. به همین صورت باز میذاریم سر جاش. خب و سعی کن چند انگشتین رو فشار بده برای اینکه از هر چند جهت راحت با هم گیر کنن به این فلزایی که این زیر میبینید، این میلایی که این زیر میبینید، برای اینکه گیر کنن راحت به اینا. این برام نرفته. اوکی الان دیگه بهترم شد. ببین مشکل چی بود؟ من اینو برعکس انداختم، یعنی اینجوری بود، من اینجوری انداخته بودم و مشکلش الان دیگه درست شد کاملا. الان دیگه گرفتین کلیدای چه میدونم بزرگ و اینتر و شیفت و اینا رو در یاد گرفتین، اسپیس جلو در دکمه‌های اینا رو در و دکمه‌های کوچیکم بخوام بریم سراغشون که باز اونم چیز خیلی خاصی نیستم. زوم کنم چه میدونم مثلا اینو در اینم باز میبینید که اینم باز چیز خاصی نیست و مثل بقیه است دیگه. میبینید به همین راحتی اینم در اومد. اینجوری یاد گرفتین چجوری کل دکمه دیگه هیچ دکمه‌ای نداریم که متفاوت باشه، کل دکمه ها همینن دیگه و همین دیگه. ببینم بخوام جاش بزنیم که انقدر کثیف نیستین که بخوام تمیزش کنم، چیز خیلی خاصی نداره. فکر می‌کنم خیلی کثیف‌تر از اینا باشه ولی هم باز کردم دیدم که نه اونقدر کثیف نبود. و اینا همینجوری جا میزنن دیگه انگشتی. حالا تو انگشت اینم اوکی شد. همین دیگه هیچ مشکلی نداره. همه یه جوری شدن، همه یه جورن و اوکی دیگه. هیچ دکمه هم مشکل نداره. و اینم کل ویدیو. ولی دقت کنید مثلا سر اون دکمه اسپیس هیچ مشکلی نبود، فقط من 20 دقیقه قشنگ وقت خودم رو تلف کردم چون دکمه برعکس بود. و اینو سعی کنید دقیقاً بدونید چه جوری بوده که وقت خودتون رو فرا ندارین که فکر نکنید خرابش کردین. و سر اون کلید کیم ببینید فهمیدم که چجوری یعنی چیکار کنید، چجوری دردش که اون مشکی زیرش هم در نیاد باشه. الان دیدید که مشکلی نبود، خوب شد این اتفاق هم افتاد اتفاقا که اگه واسه شما اتفاق افتاد بدونید که اوکی درست میشه، خرابش نکردین. ببینید چیکار کنید که دیدید که اگه در اومد خب میتونید همینجوری که من انداختم بندازش، فقط کافیه درست بچینین اونطور روی هم و فشارش بدین اوکی میره سایدش. ولی چیکار کنید که در نیاد، پیچ گوشتی رو خیلی فشار ندین تو، برای اینکه یعنی اون زیرش اون مشکی پیچ گوشتی وقتی زیاد میره تو گیر میکنه با اون مشکیه و اون مشکی هم با خودش میکشه بالا. یه تیکه فقط فشارش بدین تو و رو بالا فشارش بدین و یهو فشار بدین، برای اینکه آروم فشار بدین میکشه و اون مشکی هم باز با خودش در میاره. یهو فشار بدین و پیچ گوشتی رو لبش قرار بدین برای اینکه خیلی راحت‌تر در بیاد.
اینم کل ویدیو بود. امیدوارم به درتون خورده باشه و این تا ویدیو هم میتونید نگاه کنید، ویدیو تعمیر فن لپتاپ همه. سابسکرایب بکنید و اگه به درتون خورد حتما کامنت کنید، خوشحال میشم. و مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. خدا نگهدار.